تأسیس برکت بانک اولین بانک رقمی در قرقیزستان پیشنهاد تاجر چینی چانپن جاو بود. جاو بنیادگذار بازار اسعار رقمی یا کریپتوالوتا است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجر چینی نخواست. به گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او به کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف، رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. مراد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردند تا در تشکیل کار کمک کند. چانپن جاو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نورداولات را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند. جباروف به خبرگزاری دولتی خبر گفت همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای اویلش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است به تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جباروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نورداولات نورگوژایف موضوع کاری ازیا اونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک ماکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قوربونبек боқиев بود. بعد انقلاب سال 2010 ماکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. قوربونبек боқиев هم در وقتش پسرش ماکسیم боқиев را تعریف میکرد که بسیار دانا است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانا و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمی‌کند اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود. مگر این دخالت نیست؟ نورداولات نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش میبرد. خود جباروف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکزی تفریحی در ایسیقکول را نظارت میکند. قبلا خبرنگاران پلیتکلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کونیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیقکول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشکاران شناخته را به قرقیزستان میآورد. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صدیر جباروف 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیت میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه‌ها رینت را فرزند پنجم جباروف مینامند.